وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از هر چیزی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و این ماهی رو که منتظرش بودیم، ماهها انتظارش را میکشیدیم تا اینکه روحیه‌مان، ایمانمان، احساس و عواطف معنویمان تجدید قوایی داشته باشیم و به الله متعال نزدیکتر باشیم. الحمدلله این ماه فرا رسید و الله متعال این ماه را نصیب من و شما کرد. امیدوارم که الله متعال این ماه را تا آخر انشاءالله به من و شما این فرصت را بدهد که زنده باشیم و به نحو احسن انشاءالله الله متعال را عبادت بکنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زمانی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید به اصحاب خودشون تذکر می دادند و نوید و خوشخبری می دادند و در واقع نعمتهای فراوانی رو که الله متعال در این ماه مبارک به انسانهای مسلمان عنایت می فرماید این رو گوشزد می فرمودند. بنابر روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده و متفق علیه است در صحیح بخاری و مسلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسد درهای بهشت به صورت کامل گشوده می شود و غلقت ابواب النار و درهای جهنم به صورت کلی و بسیار محکم بسته می شود و صفدت الشیاطین و در روایت دیگر مردت الشیاطین و شیاطین سرکش در غل و زنجیر قرار می گیرند. و این یک چیزی هست که عملا ما احساس می کنیم در جامعه خودمان. اگر آمار جرم و جنایت رو شما در ماه مبارک رمضان با ماه‌های دیگر مقایسه بکنید می‌بینیم که در ماه مبارک رمضان یعنی آمار جرم و جنایت و گناه بسیار پایین‌تر هست و این نعمتی هست از جانب الله متعال که انشاءالله بتوانیم این ماه مبارک را آنگونه که الله متعال این ماه را ماه با ارزش و ماه قدر و همچنین شبهای قدر را که در این ماه هست انشاءالله قدر بدانیم. و چه بسا افرادی بودند از دوستان و عزیزان ما که امید داشتند که این ماه را دریابند، روزه بگیرند، اما اجلشون قبل از رمضان، حتی یک روز قبل از رمضان فرا رسید و این فرصت را الله متعال به اونها نداد. و من و شما که این فرصت رو الله متعال عنایت فرموده انشاءالله سعی بکنیم که به نحو احسن این رو از این فرصت استفاده بکنیم، چه بسا که برای من و شما هم آخرین رمضان باشد. رمضانی رو که روزه میگیریم همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن در مورد نمازها، به گونه عبادت بکنیم که شاید این آخرین عبادت من باشد. اگر به من شما بگویند که این آخرین عبادت شما هست، قطعا سعی میکنیم که به بهترین وجه این عبادت رو انجام بدیم. میدونیم که بعد از آن دیگه فرصتی برای عبادت نداریم. پس بنابراین سعی بکنیم با همین حس و حال که شاید این عبادت، این نماز، این روزه و این صدقه شاید آخرین موردی باشه که به من عنایت شده و این فرصت را میابم، انشاءالله که هم از نظر معنوی و از نظر اخلاص و هم از نظر ظاهری و کیفیت انشاءالله عبادت ما بهتر خواهد شد. دوستانی سوال کردند که آیا فردا رمضان هست؟ بله، بنابر رویتی که در عربستان سعودی و در منطقه معروف و رصدگاهی که معروف هست در منطقه سدیر که یک منطقه بسیار پهن و همواری هست، منطقه سدیر در نزدیکی قسیم،
یک منطقه بیابانی هست که بسیار یعنی صاف هست. وقتی که اون نگاه میکنین نه درختی هست و نه جنگلی هست و نه کوهی هست و هیچ چیزی مانعی در اونجا وجود نداره. در اونجا رصدگاهی رو بنا کردند که معمولا در سعودی از این مکان، این از رصدگاه سدیر در واقع رویت انجام میگیره و الحمدلله امروز هم که اعلام کردند که ماه هلال رمضان رو دیدن. به این خاطر هم کشورهای عربی در واقع فردا رو اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند و از سالهای قبل هم متاسفانه یعنی احیانا اختلافی به وجود میاد و به وجود آمده، اما احتیاط هم این رو میطلبد. وقتی که در یک کشوری از همسایگان ما ماه در واقع رویت شده هلال رمضان، اولاتر و بهترین است که همه من و شما انشاءالله روزه بگیریم. و عزیزانی سوالاتی داشتند. اولین سوالی که از یکی از شما عزیزان رسیده این است که سوال کردند آیا غسل رمضان واجب است؟ نه، برای ابتدای غسل رمضان هیچ گونه در واقع غسلی ما نداریم. نه غسل فرضی هست و نه غسل واجبی هست و حتی سنت هم نیست، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. امروز روز جمعه بود، غسل جمعه بنابر اقوال برخی از فقها واجب هست یا حداقلش همون سنتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته با تعبیر واجب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که امروز در واقع آخرین روز ماه گذشته بوده و اول ماه مبارک رمضان. اگر کسی غسل جمعه کرده همین هست، اما برای خود رمضان هیچ گونه غسلی ثابت نیست، نه فرض نه واجب و نه سنت. عزیزی دیگر سوال کردند من بچه 5 ماهه دارم، خیلی گریه می کند و دست تنها هستم، نمیتونم نماز تراویح بخونم. نماز تراویح در شبهای ماه مبارک رمضان به عنوان قیام رمضان هست و یک عبادتی هست که در شبهای ماه مبارک رمضان برای ما قرار داده، همان گونه که در روزهایش الله متعال روزه را مقرر کرده که در روز رمضان باید روزه بگیریم، این فرض روزش هست و در شبهای رمضان الله متعال قیام رمضان را برای ما مشروع قرار داده. البته این عبادت تراویح یا قیام رمضان بر سر من و شما فرض نیست، یک سنتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون تا چند شب این رو ادامه دادن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از صدر اسلام تا کنون هم مسلمانان این سنت رو همیشه عمل میکنند و قیام رمضان رو و شبهای رمضان رو میدونیم که فضیلت بسیار زیادی رو الله متعال در اون قرار داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان را با ایمان به الله متعال و با امید اجر و ثواب از الله متعال روزه بگیرد، انشاءالله که الله متعال تمام گناهان گذشتهش را معاف خواهد کرد. این بهترین فرصت است برای من و شما. اما خانومی یا آقایی که مشکلی دارند و نمیتوانند که نماز تراویح مثلا در مسجد برند بخونند، 20 رکعت بخونند، اشکالی نداره، شما هر مقداری که توانایی دارید بخونید. مادری که بچه شیرخوار دارد و مانند این خواهر گرامی که میگه بچهشون خیلی بیتابی و گریه میکند و نمیتواند که یعنی نماز 20 رکعت رو بخواند، اشکالی نداره، شما به صورت کلی فضیلت قیام رو ترک نکنید که هیچ گونه نمازی در شب رمضان نخونید. هر مقدار، اول شب، وسط شب، آخر شب، یعنی بعد از نماز عشا به بعد، یعنی قبل از اینکه بخوابید یا اگر وقتی بیدار شدید بچه‌تون خواب بود، هر مقداری که یعنی توانایی رو داشتید، 20 رکعت نمیتونید 10 رکعت بخونید، 10 رکعت نمیتونید 8 رکعت بخونید، 8 رکعت هم نمیتونید، حداقلش 2 رکعت بخونید که این یعنی اسمتون باشه که در ماه مبارک رمضان شب رو شما قیام کردید. البته کسی هم که معذور هست به هیچ وجه نمیتونه که نماز قیام بخونه در رمضان، یعنی نماز تراویح بخونه، از نظر شرعی عرض کردم که این واجب یا فرض نیست و گناهی رو مرتکب نشدید. عزیزی دیگر سوال کردند که من برای افرادی که تازه موحد شدند درباره چگونگی روزه و ساعت افطار و چگونگی خواندن نماز تراویح توضیح دهید.
روزه ماه مبارک رمضان مثلا معروف هست، یعنی روزه یعنی اجتناب از خوردن و آشامیدن و بقیه مفطرات، یعنی شکننده های روزه مانند جماع از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب به نیت عبادت. این تعریف روزه هست، یعنی به محض بامداد و طلوع فجر انسان در واقع از خوردن و نوشیدن باز بیاد به نیت عبادت. البته در شبهای ماه مبارک رمضان انسان باید نیت بکنه که من فردا را به عنوان رمضان روزه میگیرم، یعنی روزه واجب فردا به عنوان ماه مبارک رمضان. همین که شما در دلتون داشته باشید که من فردا روزه میگیرم همین کافی هست، یعنی تصمیم داشته باشید. اما این که شما به زبان بیاورید که من نیت کردم که فردا را روزه گیرم از ماه مبارک رمضان، این لازم نیست. فقط همون تصمیم قلبیتون که شما تصمیم داری فردا را روزه بگیرید، این نیت روزه هست. و از به محض طلوع فجر یا بامداد باید انسان از خوردن و نوشیدن باز بیاد و بقیه مفطرات مانند جماع و همبستری تا غروب آفتاب. به محض این که قرص خورشید یعنی پنهان شد و غروب کرد، الان وقت افطار هست. این از وقت به اصطلاح ساعت افطار. و معمولا اذان شیعه یک مقدار حدود ربع ساعت یا 20 دقیقه دیرتر هست، یعنی شیعه ها زمانی افطار می کنند که ستاره ها در آسمان نمایان می شوند، در واقع هوا تاریک می شود. نه، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از نظر شرعی به محض غروب آفتاب، یعنی زمانی که نماز مغرب را می خوانیم و قرص آفتاب کاملا ناپدید می شود، الان وقت نماز مغرب هست، شب شروع شده و پایان روزه هست. و درست هم نیست که ما روزه را به تأخیر بیاندازیم. بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند که دیر سحری بخورید و زود افطار بکنید، یعنی به محض غروب آفتاب. و نماز تراویح هم نمازی است که در شب‌های ماه مبارک رمضان خونده میشه. چه اسمش را بگذاریم تراویح، یا اسمش را شما بگذارید تهجد، یا اسمش را بگذارید قیام لیل، هر چیزی، هدف از تراویح یا قیام لیل یا تهجد این است که در شب‌های ماه مبارک رمضان ما نماز بخوانیم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیرشون این بوده: من قام رمضان، هر کسی که رمضان را قیام بکند، یعنی شب‌های رمضان را با عبادت سپری بکند و با امام مثلا بخواند. اگر امامی وجود نداره، مسجد جماعتی پیش شما نیست، و موحدین عزیز عرض میکنم در منزل خودتون شما هر مقدار که توانسته باشید میتوانید که نماز تراویح یعنی نماز شب یا نماز قیام بخونید. نماز قیام هم 2 رکعت هست. از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد صلات اللیل سوال شد، ایشون گفتن صلات اللیل مثنا، نماز شب 2 رکعت هست، یعنی 2 رکعت بخوانید سلام بدید، باز 2 رکعت دیگر شروع بکنید. و وقتی که ترسیدید، اگر نماز رو ادامه دادید تا نزدیک فجر، ترسیدید که مثلا الان اذان میگه و فجر دمیده میشه، 1 رکعت هم که اضافه بکنید، 1 رکعت بخونید، این میشه نماز وترتون. عزیزی سوال کردند که منظور از موحدین چه کسانی هست؟ اصطلاح موحدین الان در مورد کسانی اطلاق میشه که اهل سنت و الجماعت شدند. قبلا دچار یک سری خرافاتی بودند، یک سری بدعاتی رو داشتند، یا یک سری عقاید به اصطلاح نادرستی رو یعنی داشتند، یا به شیعه مذهب بودند، یا مذاهب دیگری داشتند، دین دیگری داشتند و موحد شدند، به معنی اینکه الان اهل توحید هستند و مسلمان حقیقی و واقعی هستند و بدعات و خرافات را رها کردند. این اصطلاح موحدین امروزه بر این عزیزان در واقع اطلاق می شود. عزیزی دیگر سوال کردند که آیا زکات طلا به مادرم تعلق میگیرد؟ پدرم فوت کرده، حقوق بازنشستگی هم میگیره. مادرتون اگر طلا دارند به عنوان بسیار طلایی که به حد نصاب رسیده باشد، طلا به حد نصاب رسیده باشد، یعنی این که 20 مسخال بشود یا 85 گرم طلای 24 عیار. و 2 شرط هست، یکی این که این طلا به نصاب زکات برسد. طلا به نصاب زکات، نصاب یعنی سقفی که برای زکات تعیین شده، کمتر از اون دیگه زکاتی بهش تعلق نمیگیرن.
85 گرم طلای 24 عیار اگر کسی داشته باشد و 1 سال کامل، 1 سال قمری کامل از لحظه ای که این طلا رو خریده، در اختیارش قرار گرفته یا کسی بهش هدیه داده، شوهرش داده، به هر صورت از زمانی که شما صاحب اختیار این طلا شدید 1 سال کامل بگذرد. و شرط دوم قبلا هم عرض کردم این است که حتما 85 گرم طلا باشد، اگر کمتر بود زکاتی به این تعلق نمیگیرد. و حقوق بازنشستگی هم که میگیرند، حقوق در واقع زکات ندارد. حقوقی که شما میگیرید سر ماه و در ضمن ماه بعدی مثلا خرجش میکنید و پس انداز نمیشود، این زکاتی به این حقوق شما در واقع تعلق نمیگیره. عزیز سوال کردند که آیا برای زن خواندن تراویح واجب هست یا خیر؟ نه، نماز تراویح عرض کردم که تفاوتی نداره، نه برای زن واجب هست و نه برای مرد. حتی برای مرد هم نماز تراویح نماز واجبی نیست، نماز فرضی نیست، نماز سنتی هست. یعنی این که اگر کسی نمیتوانست که نماز تراویح بخواند، از نظر شرعی هیچ گونه گناهی رو مرتکب نشده. اما کسی که دنبال ثواب هست و میخواد فضیلت این ماه رو کسب کند، میخواد که گناهانش بخشوده بشوند، برای این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع عمل بکنند. اگر کسی بنابر عذری هم نتوانست روزه بگیرد، هیچ گونه گناهی برگردنش نیست. نماز تراویح نه بر مرد فرض هست و نه بر زن، بلکه یک نمازی از نمازهای سنت هست. عزیزی دیگر سوال کردند که به کسی بدی کرده ام و هیچ وقت آرام نمیگیرم، عذاب وجدان دارم. بله، یکی از مواردی که بسیار سخت هست حقوق بندگان هست. الله متعال حق خودش رو میبخشد. شما توبه بکنید، الله متعال گناهان شما را میبخشد. توبه اساساً 3 شرط دارد. شرط اولش این است که شما از گذشته خودتون پشیمان بشوید، یعنی قبلا گناهی رو مرتکب شدید، الان پشیمان بشوید. و شرط دومش این است که از گناه دست بکشید. قبلا مردم آزاری که میکردید به طور مثال، الان از مردم آزاری دست بکشید. و شرط سومش هم این هست که تصمیم بگیرید و ارادهتون این باشه که من از این به بعد دیگه دوباره سراغ این گناه نمیروم. اگر با این 3 مورد و این 3 خصلت شما توبه کردید، یعنی توبه شما توبه نصوحی هست، توبه صادقانه‌ای هست. و یک شرط دیگر دارد برای مواردی که انسان به دیگران تعرض کرده باشه، یعنی حقوق بندگان را ضایع کرده باشه. الان تفاوتی ندارد که این حقوق مادی باشد یا حقوق معنوی، یا مثلا مال کسی رو خورده باشید، یا اینکه به آبروی کسی، به یک انسانی بی‌حرمتی کرده باشید، آبرویش رو برده باشید. این حقوق به اصطلاح معنوی هست. و اون گونه که در این سوال اومده، ظاهرا ایشون منظورشون این هست که به کسی بدی کردن، یعنی از نظر معنوی، یعنی آبرویش را برده، حیثیتش را برده، یا کسی را مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم قرار داده. و راهش این است عزیز من که شما اون 3 موردی رو که عرض کردم اون رو داشته باشید، یعنی از گذشته خودتون پشیمان باشید. که از سوالش ما این گونه برمیاد که پشیمان هستید که مثلا چرا برادر مسلمانی رو اذیت کردید. از گذشته خودتون پشیمان هستید و فعلا از این کار دست کشیدید و تصمیمتون هم این است که دوباره این برادر مسلمان یا خواهر مسلمان رو یا هیچ مسلمانی رو در واقع اذیت و آزار نکنید. و مورد 4م این است که شما باید در مرحله اول از این عزیزی که اون رو رنجاندید، به قول خودتون به اون بدی کردید، این است که بروید و از ایشون حلالیت بطلبید. بروید بگید که فلانی، من یه وقتی از روی نادانی در حق شما کوتاهی کردم، به شما ضرر و زیانی رسوندن، آبروی شما و حیثیت شما رو بردم، الان پشیمان هستم، از شما تقاضای بخشش میکنم. این وظیفه هر مسلمانی هست که در حق دیگری بدی کرده باشه. و بعد از این شما سعی بکنید که جبران بکنید برای اون فرد. به طور مثال اگر کسی رو شما غیبتش رو کردید، بدگویی کردید، خب به جایی که غیبت کردید برید خوبیش رو بیان بکنید در پیش همون افرادی که غیبتش کردید، یا در جاهای دیگر بروید از خوبی‌هاش رو بیان بکنید، تعریفش بکنید و خوبی‌هایی که داره برای مردم بازگو بکنید. و مورد دیگر این که شما برایش دعا بکنید.
شما برایش همیشه دعا بکنید. وقتی که برای خودتون دعا میکنید، برای این عزیزتون هم دعا بکنید که الله متعال هم گناهان شما را ببخشد و هم گناهان ایشون را الله متعال ببخشد. و اگر از این بالاتر شما مثلا بخواهید که در واقع برایشون اعمال صالحی انجام بدید، به طور مثال صدقه بدید به نیت ایشون، که نور علی نور می شود. و انشالله ولو این که خودشون در دنیا از شما راضی نباشند، بگوید که من شما رو دیگه نمی بخشم، من نمیتونم شما رو ببخشم، اما وقتی که شما این کارا رو کردید، یعنی این که در واقع پیش الله متعال عذری ندارید، توبهتون توبه صادقانه بوده و خود اون وقتی که شما رو نبخشیده، مطمئن باشید که در روز قیامت الله متعال او رو از شما راضی خواهد کرد. وقتی که شما این کارهایی رو که عرض کردم وقتی که انجام بدهید، انشالله الله متعال در روز قیامت او رو از شما هم راضی خواهد کرد. عزیزی سوال کردند که خرید طلا به صورت قسطی چه حکمی دارد؟ خرید طلا از نظر شرعی به صورت قسطی یا به صورت نسیه و وامی از نظر شرعی جایز نیست. در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روش معامله طلا به طلای نقره به نقره را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کاملا توضیح دادند. ایشون فرمودند که الذهب بالذهب، زمانی که شما طلا رو با طلا معامله میکنید، الذهب بالذهب، طلا رو با طلا معامله میکنید. در زمان قبل مثلا خود همین پول نقد طلا بوده، مثلا درهم و دینار بوده. دینار یعنی به اصطلاح سکه طلایی و درهم سکه‌ای بوده که از نقره بوده. به این خاطر وقتی کسی میرفته در واقع طلا بخرد، معنیش این بوده که طلا رو با طلا معاوضه میکنه، چون که از طرفی به اصطلاح دینار میداده، طلا رو در واقع میگرفته. یه همچنین و الفضة بالفضة رسول الله فرمودن، نقره در مقابل نقره. وقتی که شما بخواید طلا را با طلا معامله بکنید یا نقره رو با نقره شما معامله بکنید، و وجه نقد حکم طلا و نقره رو دارد، وجه نقد حکم طلا رو دارد. یعنی وقتی که شما میخواید طلایی رو بخرید و در مقابل پول نقد بدید، وجه نقد بدید، این دقیقاً مانند این است که شما طلا رو با طلا در واقع بخرید، طلا رو با طلا معاوضه بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند معاوضه طلا با طلا، معاوضه نقره با نقره، یا مثلا معامله طلا به طلا یا نقره با نقره، یا اینکه با پول هم که باشه. عرض کردم که حکم پول یا وجه نقد همون حکم طلا هست، معامله طلا با پول یا مثلا نقره با پول. همه اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند مثلا به مثل، باید مثل همدیگه باشند، یعنی عیارشون مثل همدیگه باشه، سواء به سواء، برابر باشند با همدیگر، یدن به ید، دست به دست باشه، یعنی به صورت نقد باشه. طلای خودتون رو بدید، از اون طرف طلا رو تحویل بگیرید. پول خودتون رو بدید، از اون طرف به اصطلاح طلا رو تحویل بگیرید. در ادامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فاذا اختلفت هذه الاصناف، وقتی که این اصناف با همدیگر متفاوت شدند. مثلا شما می‌خواستید که طلا را با نقره بخرید، طلا رو با نقره بخرید، پولی که شما میدید درهم هست و از اون طرف میخواید مثلا طلا به اصطلاح بگیرید. وقتی که این اجناس با همدیگر مختلف باشن و همچنین وقتی که به اصطلاح پول با طلا باشه، وقتی که شما پول میدید و طلا میگیرید، این اختلاف هست دیگه در واقع در این زمینه. اذا اختلف فبیعوا کیف شئتم، یعنی وقتی که شما مثلا طلا رو با طلا میفروشید، حتما باید مساوی باشه. 5 گرم طلا در مقابل 5 گرم طلا، اجازه ندارید چون که طلای مشتری مثلا طلای مثلا کهنه‌ای هست استفاده شده، مثلا بگه که طلا فروش بگه من 5 گرم طلای نو و دست نخورده به شما میدم اما 6 گرم از شما میگیرم، نه این جایز نیست. و همچنین در مورد نقره رسول الله فرمودند که فاذا اختلفت هذه الاصناف، وقتی که این اصناف متفاوت شد، یعنی این که شما طلا را با نقره خریدید
یا این که در مقابل پول بود، گرچه عرض کردم که این در حکم پول هست اما خود پول در واقع نیست، اختلاف در واقع در این زمینه این اختلاف را با هم دارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید. در این صورت هر گونه که خواستید معامله بکنید، یعنی اشکالی نداره که مقدارش کم و زیاد بشه. شما مثلا 10 گرم طلا رو بدید در مقابل 100 گرم نقره بگیرید، هیچ گونه اشکالی نداره، یا مثلا بالا پایین باشه نرخ و هیچ گونه اشکال نداره، اما به شرط این که دست به دست باشه، یعنی به صورت نقد باشه، به صورت نسیه جایز در واقع نیست. یکی دیگر از شما عزیزان سوال کردند که خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق، بعضی گفتند که 41 مرتبه در 41 روز و روزانه 41 بار این سوره واقعه را بخوانید برای افزایش رزق و روزی. برای افزایش رزق و روزی شما یعنی این که فلان سوره را بخوانید، فلان دعا را بخوانید و در خونه بنشینید که رزق و روزی شما اضافه می شود، چون این چیزی نیست. چون این دعایی، چون این سوری، حتی برای سوره واقعه هیچ چون این خاصیتی و چون این فضیلتی در واقع بیان نشده. و این که 41 روز اینو باید بخونید، در هر روز 41 مرتبه بخونید، این که در واقع یعنی حرف بدون سندی هست و هیچ گونه سندی در شریعت اسلامی ندارد. برای این که افزایش روزی شما را الله متعال افزایش بده، یکی از مهمترین چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن صله رحم هست، که صله رحم یکی از مواردی هست که اجل انسان را، یعنی عمر انسان را طولانی می کند، اجل را به تأخیر می اندازد و رزق انسان را اضافه می کند. هم عمر را طولانی می کند و هم رزق را الله متعال در واقع یعنی گسترش میده برای انسان. الان ببینید یک چیزی هست که الله متعال این رو مقدر کرده، یک چیزی هست که الله متعال در لوح محفوظ یک چیزی رو نوشته ثابت است. اون چیزی که در لوح محفوظ هست اون قابل تغییر نیست. چیزی که در لوح محفوظ هست قابل تغییر نیست. همون چیزی که در لوح محفوظ هست برای شما اتفاق میفته. اما یک تقدیر دیگری داریم که تقدیر معلقی هست، معلق به اعتبار ما هست، به اعتبار عمل ما، اما الله متعال نهایت و سرانجامش را میداند و بر اساس آن در لوح محفوظ این تقدیر را نوشته. به طور مثال اگر کسی صله رحم بکند عمرش طولانی می شود، اما آیا این فرد موفق می شود که صله رحم بکند یا خیر؟ این را الله متعال می داند. و شما را اگر الله متعال بخواد عمرتان را طولانی تر بکند یا رزقتان را بیشتر بکند، به شما توفیق می دهد که عمل صالح انجام بدهید و صله رحم بکنید و در نتیجه رزق و روزی شما و عمر شما را الله متعال اضافه می کند. به صورت کلی انجام دادن عبادات و پرهیزگاری و ترک منهیات و نواهی شرعی تأثیر داره در رزق و روزی انسان، کم از نظر کمیت رزق و روزی اضافه بشود و هم از نظر کیفیت، یعنی برکتش را الله متعال در واقع اضافه می کند. دوستان عزیز بسیار این سوال را می‌پرسند که فردا رمضان هست. بله، عرض کردم که در عربستان سعودی ماه و هلال رمضان رؤیت شده و انشالله که فردا اول ماه مبارک رمضان هست و اینجا همهشون نماز تراویح خوندن و کشورهای عربی هم اینو اعلام کردند، کشورهایی که هم افق هستند با مثلا ایران، خصوصا غرب ایران به طور مثال با کشورهای عربی که بسیار نزدیکن، تفاوتی در افق ندارند. و همچنین در ایران من اعلامی رو دیدم که اهل سنت جنوب هم اعلام کرده بودند که روز شنبه اول ماه مبارک رمضان هست. عزیزی سوال کردند که کسی که چندین دختر دارد الان میخواد که یک فرزندی داشته باشد، آیا با مراجعه کردن به دکتر و یا پزشک متخصص و استفاده کردن از یک رژیم غذایی
یا بنابر مواردی که پزشک به اون آموزش میده و تحت نظرش هست، آیا جایز هست چنین کاری بکنیم؟ بله، از نظر شرعی اشکالی نداره. شما مثلا دختر دارید میخواهید که الان پسری داشته باشید، یا پسر دارید الان میخواهید دختری داشته باشید و جنسیتش رو پزشک مثلا از طریق پزشک میخواهید که تعیین بکنید، به این معنی که یک تحت نظر پزشک باشید، یک رژیم غذایی و داروی خاصی به شما بده که مثلا فرزند و نطفه‌ای که منعقد میشه دختر باشه یا پسر. از نظر شرعی در این مورد هم هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. عزیزی سوال کردند که حجاب زن هنگام خواندن قرآن باید چگونه باشد؟ برای خواندن قرآن حجاب لازم نیست، یعنی مثل نماز نیست که حتما یکی از شرایط این باشه که بدن انسان پوشیده باشد و حجاب داشته باشد وگرنه نمازش باطل هست. روزه این گونه نیست و همچنین تلاوت قرآن هم این گونه نیست. یعنی اگر خانمی در خانه هست، مثلا فرد نامحرمی وجود نداره، روسری سرش نیست، الان میخواد قرآن تلاوت بکنه، لازم نیست که حتما برود روسری سرش بکند یا چادر نماز سرش بکند که کل بدنش در واقع پوشیده بشود. نه، چنین چیزی لازم نیست. اما اگر کسی خواست مثلا روسری سرش بکند در این وقت تلاوت قرآن، احساس میکند که با روسری معنویتش بیشتر هست، بهتر راحتتر میتواند قرآن را تلاوت بکند، انس بیشتری میگیرد با قرآن کریم، هیچ گونه اشکالی نداره. و چه بسا شاید هم که امر به اصطلاح شایسته باشه، کار شایسته باشه، چون این وقتی که انسان خودش متوجه هست و میداند که اگر من روسری و چادری رو سرم بکنم و نماز بخونم، خانمی اگر به این کیفیت عادت هست، هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست، ممنوعیتی در این زمینه نیست. اما اگر کسی خواست که بدون روسری هم نماز بخواند، از نظر شرعی گناهی را مرتکب نشده. برای تلاوت قرآن پوشیدن سر لازم نیست. عزیزی دیگر سوال کردند که مرغ‌های ذبح شده با دستگاه در ایران حکمشون چی هست؟ آیا حلال هستند یا حرام؟ در ایران الحمدلله یعنی کشور اسلامی هست و ذبح بر اساس دستورات شریعت اسلامی صورت میگیرد و اون چیزی که به اصطلاح یعنی فقها شرط کردند این است که یعنی در هنگام ذبح باید حتما سر به اصطلاح حیوان، الان تفاوتی نداره مرغ باشه یا گوسفندی باشه، این است که باید خون ریخته بشود. این حتما یعنی گردن و رگه ها بریده بشود به صورتی که خون خارج بشود. اگر به صورتی هست که مثلا مرغ خفه می شود یا با شوک برقی مثلا از کشته می شود که اون یک حکم جداگانه هست و اون از نظر شرعی جایز نیست و حرام می شود. اگر مرغ یا حیوانی به صورت شوک برقی کشته بشود یا خفه بشود یا اینکه به هر صورت دیگر بمیرد که خونش ریخته نشود، این از نظر شرعی حرام است. اما وقتی که سرش بریده می شود و خونش ریخته می شود و در ابتدا و هنگام ذبح کسی که ذبحش می کند بسم الله بگوید یا وقتی که دستگاه را روشن می کنند بسم الله بگویند و همه به اصطلاح مرغان به صورت معمولا این گونه است که سرشون بریده میشه و خون ریخته می شود، از نظر شرعی این هیچ گونه اشکالی ندارد و خوردن اینها جایز هست. عزیزی سوال کردند که روزه های پدر فوت شده بر فرزندان واجب هست که این روزه رو بگیرند یا خیر؟ روزه هایی که به اصطلاح کسی فوت شده و نتونسته روزه بگیره، این چندین حالت داره. حالت اولش این هست که طرف به صورت کلی معتقد به نماز و روزه نبوده، الان فوت کرده، الان فرزندانش مثلا میخواند که به جاش روزه بگیرن. خب کسی که اصلا ایمانی نداشته، اعتقادی به روزه نداشته، روزه گرفتن شما هم برای اون و تأثیری نداره. اما اگر پدری یا مادری یا خویش و قومی در واقع به خاطر بیماری نتوانسته روزه بگیرد، الان این هم دو حالت دارد. یک موقع این است که یک فردی مثلا بیمار بوده در ماه مبارک رمضان و نتوانسته روزه بگیرد، بعد از ماه مبارک رمضان الله متعال بهش فرصت داده، یعنی صحت و سلامتی خودش رو به دست آورده، یک مدتی میتونسته روزه بگیره، اون بیماریش برطرف شده و خودش روزه نگرفته
یعنی بعد از ماه مبارک رمضان می توانست روزه بگیرد اما روزه نگرفته. الان بنابر یعنی فرصت جور نشده که روزه بگیره، گفته بوده امروز فردا تا اینکه اجلش فرا رسیده و نتوانسته روزه بگیرد اون چند روزی را که مثلا بیمار بوده. حکمش این است که در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل کردند در صحیح بخاری و مسلم هست، ایشون فرمودند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، هر کسی که بمیرد و برگردنش روزه ای باشد که روزه نگرفته باشه، قضای روزه برگردنش باشد، صام عنه ولیه، ولیش روزه بگیرد. یعنی کسی که وارثش هست، الان تفاوتی نداره همسرش باشه یا فرزندانش باشند یا عمویش باشه، عموزادگانش باشه، هر کسی که خواسته باشه که برای اون روزه بگیرد از نظر شرعی اشکالی نداره. یا اینکه روزه بگیرند، این صورت اولش هست، می توانند هم روزه بگیرند. اگر کسی نخواست روزه بگیرد یا نتوانستند، یعنی اولیایش مثلا وارثانش نتوانستند روزه بگیرند یا نخواستند که روزه بگیرند، از نظر شرعی باز هم اشکال ندارند و به جای روزه گرفتن فدیه بدند. به جای روزه گرفتن مثلا برای میت به جایش فدیه بدن، از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره. در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدن. این صورت دوم هست. اما فرض بکنیم که یک فردی فوت کرده، در ماه مبارک رمضان مریض بوده و این مریضیش ادامه پیدا کرده. الان این مریض در همون مرضی که در ماه مبارک رمضان بوده و به خاطر بیماری نتوانسته بود روزه بگیرد، یا اینکه مریضیش مثلا ادامه پیدا کرد با 1 ماه بعد از رمضان، 2 ماه بعد از رمضان، منتها همش مریض بود دیگه، فرصتی بگونه نبود که بتونه روزه بگیرد. در این صورت بر چنین شخصی قضای روزه لازم نیست. یا مثلا کسی که به صورت کلی بیهوش است، افرادی که مثلا از به خاطر پیری و فرتوتی نمیتواند روزه بگیرند و به صورت کلی هوش و حواس خودشون از دست دادن، برای اونا هم فدیه دادن در واقع لازم نیست. عزیزی سوال کردند که شما حنفی هستید؟ بله، فقهی رو که ما خوندیم در مدارس اهل سنت و الجماعت و در بلوچستان که بنده تحصیل کردند، مدارس به اصطلاح حنفی مذهب است. من بر اساس اصول مذهب احناف، یعنی در فقه احناف و اصول فقهی احناف این تحصیل کردم و بنیاد آشنایی من با فقه اسلامی فقه احناف هست و بعد از آن فقه مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت. اما یک نقطه رو در اینجا انسان باید مد نظر باشه که تعریف یک حنفی چه هست؟ تعریف یک حنفی از دیدگاه شما چه هست؟ اگر تعریف حنفی این باشه که یعنی پیرو اصول احناف باشیم، پیرو اصولی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داشتند و بر همون اساسی که ایشون اجتهاد میکردند، استنباط میکردند مسائل رو، یا بقیه ائمه در مذهب احناف که صاحب علم بودند، صاحب اجتهاد بودند، اجتهاد میکردند، یک حکمی رو بیان میکردند، ما هم در این زمینه ما پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله هستیم. هم عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده ما هست و هم آرای فقهی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو ما میپذیریم. منتها در برخی از موارد ببینید شما در هر مذهبی از مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت هیچ کدام از شاگردان ائمه اربعه ما به صورت کامل به این معنی مثلا شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف، امام محمد یا بقیه زفر و دیگران، هیچ کدوم اونها 100% در یک قالب مشخصی پیرو امام ابو حنیفه نبودند که الا و بلا ما نظر دیگری غیر از نظر امام رو قبول نداریم، بلکه نه، حتی 2/3 مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقوال صاحبین هست، قول خودشون نیست. یعنی خود شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر دلایلی که خودشون میدانستند، بنابر استنباطی که به اون رسیده بودند، مخالفت کردند با امامشون. الان اگر یک حنفی مثلا مانند ائمه بزرگواری که بودند در علامه لکنوی، دیگران در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در یک مسئله الان خلاف اون چیزی که مشهور از در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا دادن، این به این معنی نیست که از دایره مذهب حنفی خارج شدن. بله، ما در عقیده 100%
یعنی بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. ایشون یکی از سلف صالح هست و بلکه اولین نفر از اوایلی هستند که در زمینه در واقع عقیده کتاب نوشتند و در باب عقیده یعنی بهترین نسبتی که هست نسبت در باب عقیده هست. وگرنه انسانی هستند که در فقه حنفی بودند. حتی ما افرادی رو داریم که در فقه حنفی هست اما شیعه بوده طرف، در فقه میگفته من حنفی هستم اما معتزلی بوده، یا بقیه فرقه های باطلی که در طول تاریخ در واقع بودند. پس بنابراین معیار حنفی این نیست که حتما در تمام جزئیات انسان باید مطابق با مذهب حنفی باشه و خصوصا مذهب حنفی که تنها فقط اون چیزی نیست که در زمان امام ابو حنیفه بوده یا در زمان امام به اصطلاح ابو یوسف و محمد بوده. در هر زمانی یک امام فقیهی حنفی، یک مجتهد اومده یک کتابی رو نوشته. امروز شده دیگه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تدوین شده، اقوالیشون، مذهبیشون. الان اگر یک فرد حنفی هم یک کتاب فقهی رو بنویسد این به حساب مذهب حنفی هست. الان تفاوتی نداره که این کتاب رو من بنویسم یا یک عالمی 100 سال قبل نوشته باشه، 200 سال قبل نوشته باشه، چون که نسبت داره به مذهب حنفی در واقع این هم میشه جزء مراجع و جزء کتاب‌های مذهب احناف. اما اون چیزی که اصل مذهب امام ابو حنیفه بوده و بقیه مذاهب هم این گونه هست، معیار اولی و منبع و مصدر اولشون قرآن هست، بعدش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بعد از آن اجماع و در مرحله آخر هم مثل این 4 اصلی که متفق علیه هست مرحله قیاس است. الان اگر یک عالمی به این نتیجه رسید که فلان حدیثی که من بر اون عمل میکردم قبلا مثل در مذهب حنفی هست یا شافعی، الان به این نتیجه رسید که این حدیث ضعیفتر هست، یک حدیثی هست مثلا مذهب امام بخاری هست یا مذهب امام شافعی هست مثلا که حدیثش قوی تر هست، اگر بر اون حدیث عمل کرد به هیچ عنوان از مذهب حنفی خارج نشده، زیرا که اصل مذهب حنفی این هست که حدیث صحیح مقدم هست بر حدیث ضعیف. حتی ایشون در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حدیث ضعیف رو هم بر قیاس مثلا ترجیح میدن، در جایی که مثلا حدیث صحیح نباشه بر حدیث ضعیف عمل میکنه. اگر حدیث ما در یک جای گیر کردیم که در یک حکمی مثلا منبع استنباطش یا قیاس باشه یا حدیث ضعیف باشه، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همون حدیث رو ضعیف رو هم دیگه ترجیح میدن بر قیاس. پس بنابراین اگر کسی بر حدیث صحیح عمل بکنه در واقع بر اصل مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کردن. و عرض کردم خدمت شما بارها که عمل کردن بر هر 4 مذهب از مذاهب اهل سنت و الجماعت از نظر شرعی جایز هست. شما از هر مجتهدی که سوال بکنید و احکام فقهی خودتون رو از اون جویا بشید و بر اون عمل بکنید، از نظر شرعی هیچ گونه گناهی ملامتی بر گردن شما نیست. عزیزی سوال کردند که 4 رکعت نماز سنت بعد از جمعه 1 سلام یا 2 سلام. در مورد سنت های بعد از نماز جمعه ما 2 تا روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی روایت حضرت عبدالله ابن عمر و دیگری روایت ابو هریره هست. این هم 2 رکعت ثابت هست و هم 4 رکعت. سنت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که بعد از نماز جمعه سنت نمیخوندن در مسجد و میرفتن در خانه خودشون 2 رکعت نماز سنت میخوندن. و در روایت دیگر هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز سنت بخونید. این 4 رکعت رو اگر کسی به صورت 4 رکعت با 1 سلام بخونه هم از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست، و اگر به صورت مجزا بخونه یعنی 2 رکعت بخونه هم از نظر شرعی اشکالی نداره. هر دو صورتش درست است. اما معمولا خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چون که مثلا نموده که 4 رکعت یعنی 4 رکعت رو با 1 سلام میخونن و 2 رکعت دیگر رو با 1 سلام دیگر، یعنی بعد از نماز جمعه شما میتوانید هم 2 رکعت نماز سنت بخونید، اگر خواستید 4 رکعت میتونید بخونید و اگر خواستید بر هر دو تا حدیث عمل بکنید 6 رکعت خوندید، باز هم از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و شما ان شاء الله مأجور هستید. عزیزی سوال کردند که حکم زنی که همه احکام شرعی رو انجام میدهد، نماز و قرآن و ذکر میخواند اما حجاب ندارد، حکمش چی هست؟ ببینید حجاب هم یکی از به اصطلاح احکام شرعی هست. یک زنی یا مردی که معتقد هستند که یعنی به اسلام معتقد هستند، الله متعال به ما دستور داده که ادخلوا فی السلم کافه،
به صورت کامل 100% مسلمان بشید. معنی اسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل دستورات الله متعال. ببینید برخی از دستورات اسلامی در واقع به یک گونه‌ای هستند که شاید ما حکمتشون رو دریافت نکنیم، ما ندونیم که حکمتش چی هست، اما یک دستوری هست که از جانب الله متعال اومده. ببینید انسان معتقد که به الله متعال ایمان داشته باشه که هرچی از جانب الله متعال بیاد صحیح است، و انسانی که دنبال بهانه هست اینجا مشخص میشه. وقتی که انسانی که بهانه‌گیر هست، وقتی حکم شرعی براش بیان میشود، الان حکمت این چی هست؟ چرا الله متعال این حکم داده؟ و چه فایده‌ای دارد این حکم؟ وقتی که من قبول کردم دین اسلام را که قرآن از جانب الله هست و سنت از جانب رسول الله هست، در واقع همون تبیین قرآن هست، باید بدون چون و چرا بر اون عمل بکنم. اگر حکمت یک حکمی رو و فلسفهش رو درک کردم، دیدم، خواندم، به این نتیجه رسیدم که فبها و نعم، انسان مطمئن‌تر می شود. اما وقتی که حکمت یک چیز رو هم انسانم نداند، باید بر شریعت اسلامی باید عمل بکند. و حجاب هم یکی از احکام اسلامی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع زنانی را که حجاب ندارند، البته معنی حجاب این است که در جلوی نامحرم بیرون از خونه، وگرنه در داخل حریم خانوادگی که به اصطلاح اصلا حجاب معنی ندارد. حجاب زمانی لازم هست که انسان در معرض دید افراد نامحرم در واقع قرار بگیرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از علامت‌های قیامت را زنهایی رو معرفی کردند که به اصطلاح عاریاتون، که کاسیاتون عاریات، یعنی هم از نظر ظاهری می‌بینی پوشیده اند و هم برهنه اند، یعنی لباسهای نازکی رو دارند و به گونه‌ای که شفاف هست، بدنشون نمایان باشه، مثل کسی که به اصطلاح کلا لباسی مثلا یک بخشی از بدنش مثلا نمایان و برهنه باشه. تفاوتی نداره که یک قسمت از بدن برهنه باشه یا اینکه لباسی انسان بپوشه که باز هم بدنش نمایان باشه. هر دو صورتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این افرادی رو نفرین کردند و گفتند که اینها بوی بهشت را نمیبرند. منتها یک نقطه در اینجا هست، در مواردی که در یک سری احکامی که مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فلان کار رو بکنید جهنمی هستید، یا مثلا کسی که این کار رو بکنه وارد بهشت نمی شود، مثلا گفته شده نمام وارد بهشت نمی شود، یا مثلا موارد دیگری از این قبیل که اومده، این باز هم در دایره مشیت الله متعال هست. اگر الله متعال بخواهد میتواند این تهدید خودش رو عملی بکند و اگر بخواهد میتواند که از اون مغفرت بکند. اما به صورت کلی انسان مسلمان برای همیشه در آتش جهنم نمیماند. بالفرض این که الله متعال که انسان مسلمانی رو به خاطر گناهانش هم عذاب بدهد، به اندازه محدودی هست، برای همیشه در آتش جهنم نمیماند. پس بنابراین سعی بکنیم که ایمان ما ایمان قوی باشه، اسلاممون به معنی تسلیم کامل به احکام اسلامی باشه. الان چی اشکالی داره وقتی که انسان سختی روزه رو تحمل میکنه، زکات میده، قرآن میخونه، ذکر میکنه، نماز رو پایبند هست، فقط الان این که به اصطلاح وقتی که بیرون رفت مثلا برای جلوی نامحرم خودش رو یک پوشش به اصطلاح درستی داشته باشه، این عمل چندان سختی در واقع نیست و الله متعال بقیه اعمال چنین زنی رو قبول میکنه، یعنی هیچ عملی به عمل دیگه ربطی نداره. آیا انسان میتواند که تو فکر و خیال زن خود را طلاق دهد یا فقط با اقرار زبان طلاق میشود؟ نه، برای طلاق دادن با فکر و خیال نمیشه طلاق داد، یا اینکه طلاق واقع نمیشه. مثلا کسی در ذهن خودش مثلا بگه من زن خودم رو طلاق دادم، یعنی با زبان نمیگه، فقط تو ذهنش میاد که زن خودم رو طلاق بدم یا طلاقش دادم، یا حتی در ذهن خودش نه بر زبان خودش، در ذهن خودش اینجوری بیاره که مثلا خطاب میکنه به زنش که برو تو طلاق هستی، با زبان نگفته، فقط در ذهن خودش هست. با ذهن هیچ گونه حکمی ثابت نمیشه. 1000 مرتبه کسی که تو دلش زنش رو طلاق بده، چون این طلاقی در واقع نمی شود. فقط طلاق زمانی واقع می شود که شما تلفظ بکنید طلاق را تلفظ بکنید. مثلا این که شوهر به زنش بگه که تو طلاق هستی، من تو را طلاق داده ام، در این صورت طلاق واقع میشه. اما اینجوری در ذهن خودش بخواد مثلا بگه که من طلاقت یا این که در ذهنش مثلا بگه که من طلاقش میدهم، یا در ذهنش بیاد که من طلاق دادم، چون این طلاقی نمیفته. حتی اگر کسی با لفظ آینده بگه، به زن بگه که من تو را طلاق میدهم،
من تو را طلاق میدم. با این جمله طلاقی واقع نمی شود. با این جمله طلاقی واقع نمیشه. این تهدید به طلاق هست. این تهدید به طلاق هست یا وعده طلاق هست که من تو را طلاق میدهم، یعنی در آینده، نه اینکه تو را طلاق دادم. اما اگر گفت من تو را طلاق داده ام یا تو از امروز به بعد تو طلاق هستی، در این صورت طلاق واقع میشه. در غیر این صورت واقع نمی شود. عزیزی دیگر سوال کردند که جهت سنگ دستشویی مهمه که روی به قبله نباشد. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو نهی کردند که قبله رو، یعنی نه روبروی قبله بنشینیم هنگام قضای حاجت و نه پشت به قبله باشیم، یعنی به صورت کامل، نه روی به قبله نه پشت به قبله. الان برخی از علما در این زمینه یک تفاوتی رو قائل شدن در زمینه این که اگر در دستشویی باشه، یعنی در منزل باشه، در اتاقی باشه، چیزی که به عنوان دستشویی هست، یعنی در چهار دیواری باشه، این فرقی قائل شدن با اینکه کسی که در بیابان هست، با اینکه کسی که در بیابان باشه. و برخی از فقهای شافعی گفتند اگر وقتی که در داخل دستشویی هست در خونه خودش، اشکالی نداره، میتونه رو به طرف قبله، اگر مثلا سنگ دستشویی به صورتی بود که روی به طرف قبله بود، از نظر مذهب امام شافعی رحمت الله علیه اشکالی نداره. اما اولاتر و بهتر این است که انسان در هیچ حال، یعنی اگر میخواد خونه ای رو بسازه، سعی بکنه که بنابر روایات دیگری که در این زمینه هست، طوری نباشه که رو به طرف قبله باشه یا پشت به طرف قبله باشه. و قول راجح هم این است که تفاوتی در میان صحرا و در میان بنیان یا مثلا خانه وجود نداره، تفاوتی نداره. چون وقتی که انسان در بیابان باشه، معنیش این نیست که از اینجا که شما در بیابانی هستید، از جایی که انسان قضای حاجت میکنه تا مثلا قبله یا طرف مثلا کعبه مثلا هیچ کوهی نباشه، درختی نباشه، حتما یک حائلی هست. وقتی که در بیابان منع شده، پس در چهار دیواری هم در واقع من هست. اولاتر بر این هست که انسان به هیچ عنوان، نه در خانه نه در غیر خانه، رو به طرف قبله قضای حاجت نکنه، رو به طرف قبله یا پشت به قبله نباشه. عزیز سوال کردم که ما کار میکنیم و خیلی خسته میشیم، یعنی تراویح نخوانیم چی میشه؟ عرض کردم که این فضیلت رو از دست ندید. این فضیلتی هست، مگر شما دنبال مغفرت الله متعال نیستید؟ مگر شما نمیخواهید که مورد رحمت الله متعال قرار بگیرید؟ و این فرصت شاید برای سال بعد در اختیار شما نباشه، شاید امسال هست و بس. پس بنابراین حتی اگر انسان روزها کار بکنه، هم مگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان تعطیل میکردند کارشون، همه اصحاب کار بودند، امسال کشاورزی بودند، کارهای دیگری رو داشتند، اما با این وجود هم روزه میگرفتند هم شبهای قیام، اونم با قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم تا نزدیکی سحر نماز شب میخوندند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الان اگر شما توانایی ندارید، مثلا اگر در مسجدی هستید، مثلا نماز تراویح چقدر طول میکشه؟ در برخی از جاها میبینیم که نهایتش مثلا 1 ساعت طول بکشه، 1.5 ساعت طول بکشه. یا شما نمیتونید در جایی برید مسجدی باشه، خب حداقل در خونه 20 رکعت نمیتونید، اشکالی نداره، کمتر بخونید، 8 رکعت بخونید، 10 رکعت بخونید، 4 رکعت بخونید، هر مقداری که میتوانید. یعنی قیام رمضان و این فضیلت رو از هیچ عنوان از دست ندید. ولی اینکه خسته هستید یا در بعد از نماز عشا قبل از خواب مثلا چند رکعت بخونید، یا وقتی که برای سحر بیدار شدید سعی بکنید چند رکعت بخونید، اما این فضیلت قیام ماه مبارک رمضان را در واقع از دست ندید. کفاره روزه خورده شده چقدر هست؟ روزه ای که به اصطلاح خورده شده و روزه رو نگرفتید، باید قضای همون روزه رو در واقع باید دوباره بگیرید. روزه ای رو شما روزه بودید یا روزه نگرفتید، در مقابل هر روزی یک روز دیگر شما به جایش روزه بگیرید. کفاره روزه، کسی که روزش رو خورده، کفارش این است که یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. و گناهکار شده کسی اگر بدون عذر در واقع روزش رو خورده باشه، از نظر شرعی گناهکار هست و کفارش این است که توبه بکند و یک روز دیگر به جای اون روزی رو که خورده، یک روز دیگر روزه بگیرد. عزیزی دیگر سوال کردند که وام ازدواج و وام مسکن با سود 4% جایز هست یا خیر؟ ببینید، نظر من در مورد تمام وام هایی که هست تفاوتی نداره که وام ازدواج باشد، وام مسکن باشد، وام
در واقع اشتغال باشد یا هر چیزی دیگری، هر چیزی که به عنوان وامی هست، یعنی این که شما یک مبلغی را از یک فردی، از یک مؤسسه، از یک بانکی تحویل میگیرید و در مقابل بیشتر از اون مبلغی که تحویل گرفتید باید پرداخت بکنید. هر مبلغی که باشه که شما بخواید بیشتر تحویل بدید، این از نظر شرعی سود هست و ربا هست و جایز نیست، ولی اینکه درصدش خیلی پایین باشه، ولی اینکه 4% باشه، ولی اینکه 2% باشه. نظر من این است که هر درصدی که باشه، هر مقداری که باشد، از نظر شرعی وقتی که سود اسمش رو گذاشتید دیگه حرام هست و زمانی به اصطلاح اشکال نداره که به صورت کارمزد باشه و کارمزد هم معیارش این هست که در واقع این سقفش تغییر نکنه، نکنه. یعنی من رفتم از بانک مثلا 10 میلیون وام گرفتم، الان مثلا این کارمزدی که از من میگیرن در مقابل باز پرداخت این به اصطلاح 10 میلیون، شاید 1 میلیون کارمزد من بشه و اقساط مثلا 10 ساله هست، 10 ماهه باشه و یک نفر دیگر میره و 100 میلیون وام میگیرد با همین اقساط و با همین تعداد، مثلا ماهایی که من همون 10 میلیون گرفتم اون همون گرفته، فقط تفاوتش در این است که من به اصطلاح مبلغش کمتر هست، من 10 میلیون وام گرفتم، اون طرف دیگر 100 میلیون وام گرفته. الان آیا کارمزد من با کارمزد ایشون با هم دیگه برابرند؟ برابر نیستند. این کارمزد را بر اساس مبلغی که وام دادن اون بر اون مبلغ در واقع حساب میکنن و این همون معنی ربا هست، یک بازی هست که اسمش رو گذاشتیم کارمزد. وگرنه اگر کارمزد باشه منم وام گرفتم، طرف دیگرم وام گرفته و اقساطمون با هم برابر است، هم من و هم اون من باید در 10 قسط باید 10 میلیون رو پرداخت بکنم و ایشون هم باید در 10 قسط 100 میلیون رو پرداخت بکنه. زحمتی که به اصطلاح کارمند بانک برای من میکشه دقیقاً همون زحمتی است که برای اون فرد دیگر میکشد. پس بنابراین کارمزد نیست، اون چیزی که بانک میگیره سود پول خودش هست، نه اینکه کارمزد یا حق الزحمه کارمندش در واقع نیست. به این خاطر نظر من این است که هر وامی که درصدی داشته باشه از نظر شرعی حرام، تفاوتی نداره که اسمش وام ازدواج باشه یا وام مسکن یا هر وام دیگری که در واقع اسمش رو بگذارید. عزیزی دیگر سوال کردن آیا کسی که در خانواده روزه نباشد بدون عذر شرعی برایش غذا درست کنیم آیا گناهکاریم؟ بله. کسی اگر شما وقتی که کسی رو تشویق میکنید برای اینکه روزه نگیرد و شما برایش غذا درست بکنید یا حداقلش این طرف مطمئن باشه که روزه نیست اما شما برایش غذا درست میکنید، این همکاری در زمینه اسم و گناه و معصیت است و الله متعال ما رو از همکاری و زمینه فراهم کردن زمینه برای گناه دیگران الله متعال ما رو منع کرده. اگر کسی واقعا روزه نمیگیره حداقل خودش بره غذا خودش رو درست بکنه که این گناهش برگردن خودش باشه، شمایی که روزه هستید برایش غذا درست نکنید، مگر اینکه یک فردی در منزل بیمار باشد یا توانایی روزه رو نداشته باشد یا مسافری باشد که یک بحث کاملا جداگانه هست. اساس منزلی که شوهر برای زندگی تهیه کرده بعد از طلاق به شوهر برمیگردد یا به زن تعلق میگیرد؟ الان تفاوت دارد که یعنی رسم چی باشه یا عرف جامعه چی باشد. وقتی که اساس منزل وسایل منزل میگیرند این آیا مال شوهر هست یا مال زن هست؟ اگر به عنوان هدیه بوده به زن داده به عنوان هدیه هست یا جزئی از مهریه باشه به هیچ عنوان شوهر اینو نمیتونه پس بگیره. اما اگر به عنوان مهریه هم نیست، به عنوان هدیه هم نیست، از پول زن هم نگرفته، از پول خودش هست و برای خودش به اسم خودش هست و به زن نداده به صورت هدیه یا به صورت مهریه، در این صورت دیگه حق خود شوهر هست. اما اگر کاملا بخشیده باشه به زن یا این که اساسا جزء مهریه‌اش در واقع شمرده باشه که در اون صورت هم حق زن هست و انسان نباید اون رو بگیره. و به صورت کلی الله متعال در این زمینه توصیه کردند که اگر یک زنی رو شما قنطاری داده باشید، یعنی مال و ثروت هنگفتی داده باشید به عنوان مهریه، وقتی که طلاق شدید دیگه مجبور شدید از زندگی همدیگر برید بیرون، حداقل اون احسان رو دیگه فراموش نکنید. یک عمر شما با همدیگر زندگی کردید، بگذارید که زن هم مثلا بعد از این چند سال مثلا خودش زندگی راحتی رو داشته باشه و این هم یک نوع صدقه جاریه هست برای شما، یک نوع احسانی هست که این رو شما در واقع نباید فراموش کنید. و امیدواریم که الله متعال در این ماه مبارک رمضان به من و شما توفیق عبادت عنایت بفرماید
و تمامی عبادات من و شما را الله متعال بپذیرد و در دنیا و آخرت الله متعال همه من و شما را موفق و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر شما تمام عزیزان را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.